حرکت‌های پاکستان همیشه در طول تاریخ از زمان تأسیس این کشور در راستای مصالح دشمنان اسلام بوده و این یک واقعیت است. این به معنی نیست که حالا من از افغانستان بخوام دفاع بکنم. بودن در طول تاریخ مثلا طرفداری حکومت‌های زمان شاه، زمان داوود، زمان کمونیستا از بعضی از حرکت‌های قومگرای استقلال طلب در پاکستان، خاصا در منطقه پشتون نشین، اینا هم کار عاقلانه ای نبوده، کار احمقانه ای بوده. سالها مثلا خان عبدالولی خان و خان عبدالغفار خان و حزب قومگرای پشتونهای پاکستان از بیت المال افغانستان خوردن، حقوق داشتن حتی اونها از طرف دولت افغانستان. اما نتیجه چی شد؟ هیچ. چه دستاوردی برای ملت افغانستان داشتن؟ هیچ. به همین دلیل درست است که شاید اشتباهاتی از طرف بعضی از حکومت‌ها در افغانستان هم صورت گرفته باشه، اما علی کل حال اصلا وجود این مرز یکی از دسایس انگلستان برای شعله‌ور کردن جنگ بین افغانستان و پاکستان هر زمانی که اونها بخواهند این خط اختلافی مرزی که بین افغانستان و پاکستان است. چون میدونید که در آن طرف مرز در پاکستان میلیون ها پشتون زندگی میکنن که امتداد پشتون های افغانستان هستند و اصلا این سرزمینی که امروز به نام ایالت پختونخوا یا که مرکزش پایتختش به اصطلاح پیشاور است، این سالها جزئی از سرزمین افغانستان تاریخی بوده و بعضی از قبایلی که هستن نصفش در افغانستان است، نصفش در پاکستان است و این تنها در افغانستان نیست. مشکلات مرزی بین ایران و عراق که سبب جنگ 8 ساله شد بعد از ترسیم حدود از طرف استعمارگران، نقاطی رو گذاشتن در مرزها که هر موقعی خواستن این مشکل سبب شعله‌ور شدن جنگ بین دو کشور بشه. حتی بین ازبکستان و تاجیکستان، بین قزاقستان و تاجیکستان، بین هند و پاکستان، مثلا کشمیر. شما فکر کنید یک منطقه ای رو به نام کشمیر نصف کردن، نصفش رو دادن به پاکستان، نصفش رو دادن به هند. خب طبیعتاً مسلمانانی که در کشمیر هند زندگی میکنن خودشون رو جزئی از مسلمانانی حساب میکنن که در پاکستان هستن. به خاطر همین چندین جنگ بزرگ بین هند و پاکستان سر همین منطقه بوده. حتی بین بعضی از کشورهایی که یعنی از یک قوم هستن، از یک زبان هستن، از یک مذهب هستن، شما تصور کنید بین عربستان سعودی، بین قطر، بین کویت و بین عراق، همیشه هیچ کشوری وجود نداره خاصا در بین کشورهای اسلامی که یک نقاط مرزی متنازع علیه بینشون وجود نداشته باشه. سیمای خاردار و دیوار و پاسگاه ها و نمیدونم سر 1 متر خاک به جان هم دیگر بیفتن، هم دیگر رو بکشن. مثلا 8 سال جنگ ایران و عراق، میلیون ها کشته و زخمی و معلولی که آثارش تا امروز در ایران و عراق مشاهده میشه. سر چی است؟ سر 4 تا چای نفت. آره این میگه از من است، این میگه از من است. اما خودشون رو ببینید، بین آلمان و بین فرانسه مرز است، بین انگلستان و بین مثلا کشورهای همجوارش مرز است، اصلا کل اتحادیه اروپا بینشون مرزی وجود داره، سیم خارداری وجود داره، پاسگاه مرزی وجود داره، ویزا و پاسپورتی وجود داره. شاید کلیپاشو دیده باشید، طرف خونش مثلا نصفش در هلند است، نصفش در دانمارک است. جالب بود، من کلیپ رو دیدم، میگه که مثلا طرف خونه درست کرده سر مرز، نصفش خاک هلند است، نصفش در خاک دانمارک است. میگه نصف خونه رو پول برقش رو به این حکومت میده، نصف خونه رو پول برقش رو به این حکومت میده. 2 تا لامپ است در سالن، یکیش این طرف یکیش این طرف. این لامپ پولش به شرکت برق مثلا دانمارکی داده میشه، این به هلندی داده میشه. ببینید اونا بینشون این، در حالی که همونا 100 سال پیش جنگ جهانی اول و دوم رو که شاید بیش از 100 و چند میلیون انسان کشته شدن رو
مگر کیا را انداختن؟ همونا. مگر فرانسه با آلمان، آلمان با روسیه، روسیه نمیدونم با همینو با به جان همدیگه نیفتادن؟ همدیگه رو لط و پار نکردن؟ چقدر بینشون کشتار و جنایت و وحشت و بربریت اتفاق افتاد، اما بالاخره به این نتیجه رسیدن که این مرزها رو باید بردارن. پولشون رو یکی کردن. شما پول مثلا در فرانسه یورو داری، در آلمان هم همون یورو رو میتونه استفاده بکنی. اما اومدن در بین کشورهای اسلامی سیم خاردار کشیدن، مرز کشیدن، مناطق اختلاف رو ایجاد کردن و 4 تا انسان احمق و مزدور و دیکتاتور و طاغوت رو بر کشورهای اسلامی مسلط کردن که هر موقعی که اونا خواستن اینا به جان هم دیگه بیفتن. بعد مگر کشته و زخمی و در به در و خاک به سر فرزندای اونا هستن؟ نه، ملت‌های بیچاره. واقعا گاهی اوقات خنده‌دار است، خنده‌دار که امروز مثلا یک پرچمی رو به نام پرچم تاجیکستان، یک پرچمی رو به نام پرچم افغانستان، یک پرچمی رو به نام پرچم پاکستان، یک پرچمی رو به نام پرچم ایران، اینها رو مقدس کردن. چپ نگاه بکنی تو خائن به این ملت هستی. چنان این رو مقدس کردن که انسان دیندار مسلمان نزدیک است که به این پرچم سجده بکنه. و این پرچمی رو که استعمارگران نقشه‌هاشو کشیدن، در ساینس ویکو نشستن این پرچم ها رو حتی رنگ هایشون رو انتخاب کردن. 100 سال پیش طرف از بخارا بلند میشد میرفت بلخ، از بلخ میرفت هرات، از هرات میرفت نیشابور، از اونجا میرفت اصفهان، یزد، از اونجا میرفت بغداد، از اونجا میرفت تبوک، میرفت مدینه، مکه. کسی نمیپرسید پرچم تو چه رنگ است، تو تابعیت کدام کشور رو داری، پاسپورت داری یا نداری، ویزا داری یا نداری. ببینید در 100 سال به جای دین، به جای قرآن، پرچم رو مقدس کردن. خط مرزی رو که یک جاسوس انگلیسی، یک افسر اداره مستعمرات انگلیسی اومده بین 2 تا کشور مسلمان کشیده، امروز برای این مسلمان احمق این خط چنان مقدس است که تو پایت اون طرف بگذاری به خاک ما تجاوز شده. و متاسفانه امروز این حماقت امروز در بین ایرانی هم هست، افغانی هم هست، تاجیکی هم هست، پاکستانی هم هست، در بین همه مسلمان ها متاسفانه است. مرزی رو که مستعمر انگلیسی برای ما تعیین کرده برای ما شده مقدس. پرچمی رو که اونها برای ما رسم کردن، برای ما رنگش اونا انتخاب کردن. شما الان ببینید مثلا کشورهای عربی رو پرچماشو کنار هم بگذارید، فلسطین، سوریه، اردن، نمیدونم همین کشورها رو، همشون یک رنگ است. یکیشو سرخ و بالا گذاشته، سیاه رو پایین گذاشته، یکی رو سبز و بالا گذاشته، سفید و پایین گذاشته، یکیشو اینطوری یک مثلث کشیده، یکیشو اونا درست کردن. حتی من یک مقاله رو خوندم از یک بریتانیایی میگه که در یک شب نشسته 50 کشور اسلامی رو پرچمش رو درست کرده. و این پرچم ها امروز چنان مقدس شده برای مردم، چپ نگاه بکنی چشمتو در میارن. در حالی که برای ما باید قرآن مقدس باشه، پیامبر مقدس باشه، الله مقدس باشه، شاعر دینمون برای ما مقدس باشه، پرچم رو برای ما مقدس کرده. تا به اندازه‌ای که امروز در کشور اسلامی کسی به قرآن توهین بکنه، به شاعر دین توهین بکنه، حکومت ها مردم عکس العمل نشان نمیدن. اما اگر به پرچم توهین کرد، وای به حالش. اونا برای ما این مرزها رو کشیدن، اونا برای ما این پرچمها رو، اونا برای ما این وطنها رو نقشش رو کشیدن و ما امروز با حماقت و جهالت و تعصب بیجای خودمون اینا رو کردیم برای خودمون مقدس. و از همین جهالت و از همین تعصب و از همین حماقت ما دارن سوء استفاده میکنن و ما رو به جان هم دیگه میندازن. این طرف یک پشتون هست، یک قبیله است. 100 سال پیش بگردی همه اینا فرزندان یک انسان بودن. نصفش این طرف شده پاکستانی، نصفش این طرف شده افغانی.
به جان هم دیگه افتادن. مگر حدود 800 سال پایتخت تابستانی فرمانروایان هند و افغانستان و پاکستان کابل نبود؟ مگر پایتخت زمستانی همین امپراتوری ها دهلی نبود؟ مرز بود اون موقع بین این کشورها. نه تنها بین کشورها، در داخل خود کشور، این شمالی است، این جنوبی است، این مشرقی است، این مغربی است، این نمیدونم اصفهانی است، این هراتی است، این مزاری است، این تخاری است، این بدخشی است، این برزابی است، این خجندی است، این یکی نمیدونم آذربایجانی است، این یکی کرد است، اون یکی لور است، این یکی تاجیک است، اون ازبک است، این قرقیز است، اون. چقدر بدبختیم ما که یک نفر نشسته 100 سال پیش یک مرزی رو بین ما کشیده، امروز این شده خط قرمز ما.